مشهد شهر نور، امید و زندگی. به نام الله. ایمان شهنوازی هستم، مدیر پروژه اولین و بزرگترین تونل نوری دوبل شرق کشور. 4 فروردین 99 راه اندازی دالان نور انتهای کوسنگی مشهد. در پایان هم از همکاران عزیزم که همراهی نمودن من رو سپاسگزارم. آقای مهندس ممدوحی، آقای مهندس اژدری، آقای مهندس شعبانی، آقای مهندس رجبی، آقای مهندس برنده و آقای مهندس حسینی عزیز.